عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها. از ابو امامه الله تعالی راضی شود پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند که کدام مسلمانی که به زیبایی یک زن اولی مراتبه نظر کند، یعنی از زنی رو دیده، ناخواست دید، ثم یغض بصره، سپس چشمش را پوشید، یعنی دیگر نگاه نکرد، مگرم الله تعالی برای او عبادتی را میدهد که، یعنی او را به اجرای عبادت موفق میکند که یجد حلاوته، حلاوت آن را میچشد. ما این حدیث را با دیگر لفظ گفته بودیم. کسی پرسیده است که حکم همین حدیث چیست، یعنی حدیث ضعیف است یا صحیح است. این حدیث در مسند امام احمد است با همین لفظ، لیکن البانی و شعیب ارنوود میگن که ضعیف جدا. شعیب ارنوود میگه که اسناده ضعیف جدا، اسنادش ضعیف است نه معنایش. و حدیث وقتی که ضعیف می شود، اگر از دیگر طریق، همین طریق ضعیف است لیکن از دیگر طریق بیاید و قوت دهد و مرتبه بالاتر می براید. و در مسند، در مستدرک حاکم آمده است که اینش حدیث ابو امامه بود، آن حدیث حذیفه هست رضی الله عنه. میگن که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: النظرة سهم من سهام ابلیس مسمومه. نظر به سوی حرام تیری از تیرهای ابلیس است. غیر از اینکه تیر ابلیس است، با وی زهرآلود است. گفتن زهرآلود تیر وقتی که به قلب می درآید، زهرآلود باشد، این تاثیر میکند، رفته رفته آدم بیمار میکند. لیکن فمن ترکها من خوف الله، کسی که به خاطر الله و ترس، از خاطر ترس الله تعالی همین نظر اگر ترک کند، اثابه جل و علا ایمانا یجد حلاوته فی قلبه، الله تعالی بر عوض همین کارش یک ایمان را میدهد که یجد حلاوته، حلاوت ایمان را میچشد. دیروز کسی هم پرسید که یعنی نه از عبادت حلاوت میبریم و نه وقتی که امر معروف میشنویم دلهامون ملایم نمیشه، برای اینکه گناه پیشی راه این را گرفتگی است. این حدیث رواه الحاکم و قال هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجه. حاکم گفتن که این حدیث صحیح است، اسنادش هم صحیح است و امام بخاری و مسلم این حدیث را روایت نکردند. این نام کتاب مستدرک بر صحیحین است، یعنی گویا امام ابو عبدالله حاکم کوشش کردن اون حدیثایی که بخاری و مسلم ترک کردند و باید در کتابشان ذکر میکردند ولی آنها ذکر نکردند آوردند، ولی موفق نشدند. و به هر حال یکی از کتابهای اهل سنت است. صححه الحاکم و اقره العراقی. این حدیث را حاکم صحیح گفتند و حافظ عراقی اقرار کردند، یعنی غیر از حاکم با عراقی هم در این صحیح تصحیح شریک هستند. این چنین در معجم کبیر طبرانی از عبدالله بن مسعود آمده است. ببینید یک حدیث یا مراتب از حذیفه آوردیم، یا مراتب از ابو امامه باهیلی، یا مراتب از عبدالله بن مسعود. میگن که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان النظرة سهم من سهام ابلیس مسموم. نظر یعنی به محرم، نظر به زنهای حرام، اونی که نظرش برای شما حرام است، تیر از تیرهای ابلیس است. تیر از تیرهای ابلیس، ابلیس همون شیطان کلانیه که همراهی الله تعالی سرکشی کرد و امر الله تعالی رو اجرا نکرد و آدم علیه السلام سجده نکرد، نامش ابلیس است. مسموم زهرآلود، یعنی همون لفظی بالایی. من ترکها مخافتی، کسی که از خوف من ترک کند، ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه،
الله تعالی میگوید که عبدالتو، این حدیث قدسی هست، عبدالتو یعنی من به عوضی این کارش برای ایمان میدهم که حلاوتش رو در قلبش میچشد. اینم البانی ضعیف گفتیم. و من شواهده ما عند البیهقی و غیره، این چنین شاهدها هست برای قوت دادن همین حدیث. آن سه تا روایت آوردیم در بیهقی و در غیر بیهقی. قال المنذری و رواتهم لا اعلم فیه مجروحا. منذری گفتیم که در بین راوی هایش من یگان شخصی مجروح را نمیدانم. مجروح، این مجروح معنوی هست. وقتی علمای حدیث مجروح میگن جرح شده، آدمی که جراحت برداشته است، یعنی جراحت معنوی هست. جراحت حقیقی آنه که در پوستش جراحت میگیرد. وقتی که کارد یا آهن یا تیغ آمده به پوست میرسد، پوست جراحت میگیرد. اگر به پوست که تیغ رسید، اون نامش جراحت میگن. لیکن در اصطلاح محدث ها وقتی که آدم مجروح میشه، یعنی با سخن فلانی دروغچی هست، فلانی از او علم گرفته نمیشد، حدیثی فلانی ضعیف است، اینا مجروح است، یعنی سخنهای جرح کننده. این علم است با نام علم جرح و تعدیل، یعنی یک راوی را جرح کرده میشد، آدم ها ممکن آدم خوب نیست، از این علم گرفته نمیشد. تعدیل یعنی آدم ها تعریف میکنن ممکن حدیثش بهترین است، ثقتون ثبتون، یا آدمی باوریناک است، آدمی راستگوی است، جبلون کوه است، عدل است، همین گونه. خب خلاصه منذری هم حدیث را صحیح گفت. یعنی حدیث مضمونش صحیح است، بعضی اسنادهاش ضعیف است، یعنی بناهن به مجموع طرقش قوت میگیرد و به درجه حسن میبرد. الله اعلم.